در این درس سیستم مدل‌ها رو کار میکنیم. سیستم مدل 3x3 یعنی 3 مدل داریم و 3 نامعلوم. البته که برای کار کردن این مثال‌ها یک چند راه هست. ما اون راه رو دیده میبریم. در این درس فقط یک راه رو دیده میبریم و در اینجا دو مثال کار میکنیم. اکنون چه کار میکنیم؟ در اینجا ما 3 مدل داریم. کاری ما اول دو گروه ساختن از دو مدل. یعنی کدام مدل خواهید انتخاب کنین؟ بیاین اول انتخاب کنین یک و دو رو. مثلا شما دیگر این مدل رو انتخاب کرده میتونیم. یک و دو رو انتخاب کنیم. x جمع 3y مینوس z برابر 15 و 2x جمع y جمع z برابر 7. اکنون این یک گروه ما شد. در گروه دیگر با دو مدل می‌کنیم، دیگر رو انتخاب میکنیم. دیگر مدل شود. کدامش باشه؟ مثلا 2 و 3 رو انتخاب کنیم. 2x جمع y جمع z برابر 7 x مینوس y مینوس 2z برابر 9 میشود. اکنون شما در این مدل هر دوش نگاه میکنیم. یک نامعلوم رو باید اختصار کنیم. فرق نداره کدامش، یا x یا y یا z. در هر دوش هم اختصار میکنیم و اون مدل رو ساده میکنیم. یعنی بیاین یا انتخاب کنیم. من برای آسان شدنش البته تازه دیده ایستادم 0 مثلا اختصار میکنم. چیکار میکنم؟ هر دوی مدل رو جمع میکنم. اگر هر دوی مدل رو ما جمع کنیم در نتیجه چی میشود؟ اینجا برابر 7 میشود. 3x جمع 4y z پلوس مینوس یک دیگر رو اختصار میکنم برابر 22 میشود. این یک مدل ما. در دوی مدل هم اکنون من باید در اینجا 0 انتخاب کردم برای اختصار کردن. در اینجا باید 0 انتخاب کنم برای اختصار کردن. برای اختصار کردن چیکار میکنیم؟ یکم مدل رو اول به 2 ضرب میکنیم. 2z میشود. همش به 2 ضرب میکنیم. یعنی مدل نو ما 4x جمع 2y جمع 2z برابر 14 میشود. اکنون هر دو این رو جمع کرده مدل رو اختصار میشود. یعنی با دوی ماش اگر جمع کنیم این میشود 5x جمع y 2z میره برابر 14. اکنون نگاه کنید دو مدل اختصار شد و دو نامعلوم. اکنون ما این رو میدانیم چه کار کردن. این به مدل دو به دو تبدیل یافت. اگر ما این رو ندانیم باید اول این رو فهمیم چه کار کردن. یعنی دو به دو مدل ها رو سیستم مدل ها جمع y برابر 14. بعد این چه که دیده ساده شد. x و y رو باید ببینیم چه کار میکنیم. دوی مدل رو به مینوس 4 ضرب کنیم. این مدل به چی تبدیل مییابد؟ مینوس 20x مینوس 4y مینوس 56. اکنون چه که دمیستانه برای چی به 4 ضرب کنم؟ y رو من اختصار کرده میخوام. اکنون یکم و دوی مدل رو که وای کردیم نتیجهش رو یابیم چی میشود؟ مینوس 17x 4y مینوس 4 یک دیگر اختصار میکنم برابر مینوس 56 جمع 22. این میشود 34 مینوس 34. از اینجا میدونیم که x برابر 2 است. وقتی یک تاش رو یافتیم دیگرش رو یافتن آسان است. از یکی از این مدل استفاده برده y رو میابیم. بگذار مثلا دوی ماش رو استفاده بریم. 5 ضرب 2 جمع y برابر 14 باشد. این y به ما چی میدهد؟ 4 میدهد. و بعد یکی از این مدل رو استفاده برده x y رو مونده 0 رو یافته میتونیم. بیاین در سومش مونیم. اگر در سومش مونیم این میشود 2 مینوس 4 مینوس 2z برابر 0 است. مینوس 2 مینوس 2 میشود. مینوس 2z برابر 2 میشود و z برابر 2 برابر 1 میشود. از اینجا مدل میتونیم جواب ما به چی برابر است؟ 2 4 و 1. این مینوس 2 مینوس 1 مینوس 1 میشود. باز یک مثال کار کنیم. باز در اینجا این سوال هست. نگاه کنیم در سوم مدل سه مدل سه نامعلوم داریم. در سوم z نیست. برای این اصلا کاری آسان در اینجا 1 و 2 رو انتخاب کنیم. در اینجا 0 اختصار کنیم و با مدل سوم پیوست کرده مدل 2 به 2 میشود. دو نامعلوم دو مدل. چیکار میکنیم؟ هر دو این رو انتخاب میکنم. 3x جمع 2y مینوس 3z برابر 7 x جمع y جمع z برابر مینوس 4. چرا که گفتیم در سومش که z نیست بیاین در اینجا 0 انتخاب اختصار کنیم. با هر دو این چیکار میکنیم؟ دومش رو با 3 ضرب میکنیم. دوم مدل رو با 3 ضرب کنیم. اگر این میشود 3x جمع 3y جمع 3z برابر مینوس 12. اکنون هر دو مدل رو اگر ما جمع کنیم چی میشود؟ 6x جمع 5y
13 مینوس 1 دیگر اختصار کنیم مینوس 12 و 7 اگر جمع کنیم برابر مینوس 5 میشود. اکنون با سومین مدل این رو اگر پیوست کنیم 2x جمع y برابر مینوس 1 کنیم اکنون ما مدل 2 با 2 شده این رو ما باید کار کنیم. چیکار کار میکنیم؟ کدامش رو اختصار کرده میکنیم؟ بیاین x رو اختصار کنیم دوم مدل رو با مینوس 3 ضرب میکنیم و این مدل به چی تبدیل میشه؟ اگر قدم به قدم نسیم 6x جمع 5y برابر مینوس 5 مینوس 6x مینوس 3y برابر 3. اکنون هر دوی مدل رو جمع میکنیم و در نتیجه چی میبراید؟ 6x ها اختصار میشوند 2y میماند مینوس 2. از اینجا میبینیم y برابر مینوس 1 است. اگر y برابر مینوس 1 باشد از سه مدل استفاده برده ما x رو یافته میتونیم چی میشود؟ 2x مینوس 1 برابر مینوس 1 است. از اینجا میبینیم x برابر 0 است. x 0 y مینوس 1 بعد یکی از مدل یکم و دوم رو استفاده برده 0 یافته میتونیم. بیاین دومش رو انتخاب کنیم چون که آسان تر است کوفیشنتش x 0 جمع مینوس 1 جمع z برابر مینوس 4 اینجا مینوس 1 میشد z برابر مینوس 3 یعنی جواب ما 0 مینوس 1 و مینوس 3. البته که ما تفتیش کرده میتونیم بیاین تفتیش کنیم در دیوم یکمش مونیم تفتیش کنیم سنجش رو گذرانده میتونیم سنجش چی میشود 3 آیا جای x y z همین عددها مورد جوابش 7 میشود یا نه 3 ضرب 9 جمع 2 ضرب مینوس 1 مینوس 3 ضرب مینوس 3 آیا جواب 7 میشود یا نه میبینیم چند میشود 9 مینوس 2 پلوس 9 میشود بعد میدونیم که 7 میشود یعنی جواب ما درست آمد. برای هر سه مدل این رو تفتیش کرده میتوانیم.